البته بیشتر مخاطبم الان همسن سالای خودمن، نه بچه‌های الان. بچه‌های الان نه، گوش کنن. بچه‌های الان خب همه تولد برای خودشون میگیرن. الان مثلا نسل جدید دختر مختارا تولد زیاد برای خودشون میگیرن، ولی نسل مایا کم تولد میگیرن. من از 30 سالگیم تقریبا شروع کردم تولد گرفتن. هر سال تولد گرفتم، حالا در حد همین بچهای خودمون خیاطی. هدفم چیه از این؟ دیدی بعضیا میگن یهویی 70 سالمون شد نفهمیدیم کی شد. اکثرا مامانای ما، اکثرا آدمایی که تو نسل ما هم سن و سالای ما، الان دخترایی که همه تولد میگیرن، یهویی میگن نفهمیدم کی 70 سالم شد، نفهمیدم کی 50 سالم شد. نه چقدر زیاده. ولی وقتی تولد میگیری، خود تولدا وقتی تولد میگیری انگار گذر عمرتو میبینی. مثلا من دیشب که تو تولد بودیم قشنگ یادم اومد وقتی 30 سالم بود کیا بودن، وقتی 35 سالم بود، وقتی که 37 سالم بود، انگار چه کارایی کردم اون موقع، داشتم چیکار میکردم، بچه ها کیا بودن کیا نبودن، من کجا بودم، چیکار داشتم میکردم. انگار تو هر تولد آدم گذر عمرشو میتونه ببینه. نه اینطوری نیست؟ مثلا 35 سالگیمو یادمه کجا تولد گرفتم، کیا بودن، خونمون کدوم خونه بود، چه شکلی بود، بچه هامون موقع چقدری بودن. نه؟ انگار اون تولده مثل یه فیلم میمونه که تو ذهنت میمونه. آره. و اون یک سال مرور میکنه. آره آفرین. وگرنه فکر میکنم تولد چیز دیگه جز این نباشه. مثلا برای چی تولد میگیری؟ برای اینکه ببینی آیا یه سال بزرگتر شدی یا نشدی. این سال گذشته چه تصمیمایی گرفتی؟ چند تاش درست بود، چند تاش غلط بود، چند تاش اگه برگردی بازم میگیری، چند تاشو دیگه اون تصمیما رو نمیگیری. کجاهاشو میگی آفرین دستم در نکنه، کجاهاشو میگی کاش این کارو نمیکردم. میدونی؟ یا شایدم برای من این مدلیه. دوستام هم که هیچی دیگه، از اول آذر شروع میکنن به کی بیایم تولد.